نسخه و دعایی که از خاطر از بین بردن تنگدستی و فقر است. دستبندی ها، تنگدستی ها، بندش های تجارتی، ای دعاست. ایرا بعضی ها گفته 100 بار باید خوانده شود. حضرت مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه، مولانا الیاس رحمت الله علیه، ایرا هم ذکر کرده. یک باز چی گفته؟ این دعا بسیار مجرب است. گفته یک سری دعاها را بزرگا با ما نقل کرده، تجربه کرده، ثمرات ذکرشان است. اگرچه حدیث هم نبوده باشه، امامان و بزرگان اولیاء الله تجربه کرده است. بناهن مولانا محمد الیاس درباره ترغیب همین دعا که تجربه کرده گفته مجرب است، این به تجربه رسیده. شما یک بار امتحان بکنید. یک امام مالک رحمت الله از حضرت ابن عمر روایت میکنه، از بچه حضرت عمر. روز میگه یک شخص در بارگاه رسول علیه السلام آمد. امام مالک رحمت الله، امام دارالهجرت، امام بزرگ، محدث، عاشق رسول الله السلام، از بچه حضرت عمر حدیث نقل میکنه. بچه حضرت عمر صد گفت میگه که یک روز ما به محضر پیامبر السلام نشسته بودیم. یک کسی آمد، یک کسی به پیش پیغمبر خدا آمد. چی گفت؟ الدنیا ادبرت عنی یا رسول الله، ای پیغمبر خدا دنیا از ما پشت دور داده است، دنیا از ما قهر کرده، هر چی میکنم روزگارم پیش نمیره، نفقه عیالم به دستم درست نمیایه، بیخی ما او دم میشه دور داده و ما دنبال دنیا میگردم، هیچ چیز به دستم نمیه. چی گفته؟ الدنیا ادبرت عنی یا پیغمبر خدا علیه السلام، دنیا از ما پشت دور داده، این فرار کرده، این روزگارم خوب نیست. فخر موجودات رسول صلی الله علیه و سلم برش چی گفت؟ به او شخص گفت آیا تو از یک دعا که ملائکه ها میخواند تسبیح مخلوق الله هست از او غافل هستی؟ آیا از تسبیح و ذکر و دعایی که ملائکه ها خوانده است از اون تو غافل هستی؟ آیا از یک دعا یعنی تو غافل هستی که به رزق برسی، تنگ دستی برود، دنیایی که پشت دور داده فرار کرده به تو روبرو بیاید، از اون دعا غافل هستی؟ گفت بفرمایین دعا را ای پیغمبر خدا. رسول الله سلام گفت بعد از طلوع آفتاب. برش چی گفت؟ کسی که تنگ دستی، فقر و بیچارگی در زندگیش آمد با پیغمبر خدا شکایت کرد، رسول الله سلام چی گفت؟ بعد از طلوع آفتاب هر صبح این دعا را 100 بار بخوان، این تسبیح را 100 بار بخوان، این تسبیح ملائکه ها را 100 بار بخوان بعد از طلوع صبح صادق. چرا آغاز کاروبار، نفقه، معیشت، زندگی که میکنین از صبح شروع میشه تا بگاره، از طلوع صبح صادق، از آغاز کاروبار روزمره روزگارتان این 100 بار بخوان، این تسبیح را بخوان. گفت و کدام است؟ سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله، استغفر الله آخرش بخوان، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله، استغفر الله. این را بخوانین. با چی گفت نبی کریم سلام؟ الدنیا صاغرتون، با دنیا ذلیل شده، خار شده به پیشت میاد. الدنیا صاغرتون، این را که بخوانی وقت کلانکاری کرده، پشت دور داده فرار کرده بود دنیا، این را بخوانی الدنیا صاغرتون. گفت دنیا ذلیل میشه، دنیا پژمرده میشه، دنیا پیش پایت میافته، دنیا را باز جمع بکو. باز چی میگه؟ چند روز بعد این دعا را که برش رسول گرامی یاد داد، میگه این آدم بازگشت کرد از چند مدت بعد، یا ماه و یا سال یا تعیین نکرده، خب مقصد یک چند وقت بعد پیش پیغمبر خدا آمد. چند وقت بعد باز آمد، عرض کرد که یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، آن قدر مال همراه من جمع شده است که آن را نگه کرده نمیتوانم. یک قدر به برکت دعا پروردگار دم دنیا داده که جمع کرده نمیشه، اولی در ماشین حساب جای نمیشه، اولی در گدام ها برنامه گرفته نمیشه، رمه ها به دشت ها جای نمیشه. مثلا ضیاء النبی یک کتاب است را نقل کرده. بناهن
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. این دعا سبب زیادت مال و از بین بردن تنگدستی ها در زندگی و در اموراتتان میشه.